چند وقت پیشا کنار خیابون ایستاده بودم، یه ماشینی ترمز کرد، من سوار شدم. یه چند قدمی که رفتیم جلوتر، یه خانم اونم خواست بیاد، اونم سوار شد، جلو نشست. یه مقداری که راه رفتیم، راننده بهش گفت که عجب رژ لبی شما زدین، رژ لب خیلی قشنگیه. خانم گفت واقعا؟ یه مقدار که دیگه راه رفتیم گفت این رژ لب شما رو برجسته کرد. خانم چیکار کرد؟ اون آفتابگیر ماشین رو باز کرد، تو آینه خودش رو نگاه کرد. بعد راننده بهش گفت که این لاکی که شما زدین، دستشو بلند کرد، دستشو گرفت، گفت این لاکی که شما زدید با این رژ لب شما سته. باز اون خانم خیلی خوشش اومد و با هم خوشو بش کردن. به تلفن من یه زنگ خورد، من جواب اون زنگ رو دادم. دیگه اونا داشتن با هم صحبت میکردن تا جایی رسیدیم که خانم گفت من این بغل پیاده میشم. راننده یه کارت از جیبش بیرون آورد، بهش داد، گفت از آشنایی با شما خیلی خوشبخت شدم، این کارت به شما میدم، شما از این بعد هر جایی که میخواین سفر کنید به من زنگ بزنید، من میام دنبال شما. خانم پیاده شد، کارت گرفت، یه چشمک هم ریزی هم به این راننده زد. تا اینجا قضاوت شما چی بود؟ نه، اون راننده آقا نبود، اون راننده خودش خانم بود. دیدید؟ آدم بعضی اوقات قضاوت‌های نادرست انجام میده تا اون زمانی که گفته نشد راننده خانم هست، همه فکر میکردن که راننده یه آقاست یا اون خانم کار غیر اخلاقی داره انجام میده، در صورتی که هیچ کار غیر اخلاقی اینجا نبود، هر دوتا خانم بودن. بس در قضاوت‌های ما یه مقدار باید دقت کنیم، در قضاوت‌ها آگاه باشیم که چی داریم میکنیم، به چی رو داری قضاوت میکنیم. تا از جزئیات ماجرا خبردار نشدیم هیچ وقت قضاوت نکنیم. آگاه و هوشمند باشید.